این سلاح سبز ببینیم، این را شکل این را با این غلاف چوبی میگن که برای ورزش سامورایی، ولی با این تیزی که داره، با این تیغه‌ای که هست، با این جنسی که داره که از فولاد آب دیده است، این کدام شمشیر ساموراییه؟ برای تمرین ورزشه. تمرین ورزش یا شمشیرش باید چوبی باشه یا یک تکه حلبی باشه غیر برنده، ولی این رو تحت این عنوان دارن تولید میکنن. توی همین کشور خودمون هم داره تولید میشه و متاسفانه با این مراکز تولید اینها توی برخی از استان‌هایی که الان وجود داره بایستی که تعطیل بشه، بعد منع بشه، بعد محدودیت ایجاد بشه، بعد حتی اون قسمی که الان به عنوان چاقوی قصابی هست اینو به عنوان یک کارد قصابی دارن تولید میکنن. اینو ما میگیم که حالا به هر حال کاربرد چندگانه است. یه اراذلواش اینو دستش گرفته باشه جرم مرتکب میشه، ولی این دیگه هیچ کاربرد دیگه این نداره جز شرارت، جز تهدید و ارعاب. انشالله که شاهد این باشیم که ما یه این موضوع تولید باشیم.